امروز تاجیکستان 22مین سالگرد وحدت ملی را جشن میگیرد. امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به جنگ 5 ساله در کشور خاتمه گذاشت. در جریان جنگ داخلی که بهار سال 1992 شروع شد، حدود 150,000 نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر مهاجر گشتند. همه سال جشن وحدت با یک شهامت خاص تجلیل می شود در مناطق مختلف و جمله پایتخت تاجیکستان چوره‌بینی ایدانه با برگزاری کنسرت ها، گشت‌وگذار عمومی در باغ و گلگشت ها دایر می گردد. گروه کاری سازمان ملل متحد هفته آینده در دوشنبه با مقامات تاجیکستان اوید به مسئله بیدرک شوی های مجبوری و یا غیر اختیاری ملاقات خواهد کرد. فعالان حقوق میگویند در دوام 4 سال اخیر دست کم 9 و سال 2005 تا 15 شهروند تاجیکستان را بوده و بازداشت و یا ناپدید شده است. به قول استیو سویردلوف، پژوهشگر امور آسیای مرکزی در سازمان هیومن رایتس واچ، چنین حالتها سالهای آخر در مثال چندین فعال سیاسی در داخل و خارج تاجیکستان به ویژه روسیه مشاهده شده است. Например, в прошлом году похитили из России активиста из Пифта. مثلا سال گذشته فعال حزب نهضت اسلامی نعیم سمیف را از شهر گرازنی روسیه دزدیده به تاجیکستان آوردند. این جریان به مراعات قانون صورت گرفت و همین گونه او را به 15 سال زندان محکوم کردند. یک قضیه دیگری مهم هم هست. مقصود ابراهیموف را سال 2015 از مسکو را بودند. او در سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان مقام داشت و با سازمان مخالفی گروهی 24 رابطه داشت. او را دزدیدند، او را شکنجه کردند، بعد در تاجیکستان پیدا شد. او را به 17 سال زندان محکوم کردند. خلاصه گروه کاری در یک نشست مطبوعاتی روز 5 ایول در دوشنبه به خبرنگاران پیشکش می شود. موضوع بیدرک شوی های غیر اختیاری قرار است آغاز ماه ایول در نشست ژنو هم بررسی شود. در این نشست مقامات تاجیک درباره وضع حقوق بشر در تاجیکستان و اجرا شدن قانون ها صحبت می کنند.